على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. سیاه شدن دل. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. بزرگان گفته‌اند که شخص عهد خدا را شکند، یعنی نافرمانی کند، سیاهی در دلش پیدا می شود. خداوند فرموده است: به نام خداوند بخشنده و مهربان. پس به سبب آنی که پیمانشان را شکستند، لعنت کردیم آنها را و گردانیدیم دلهایشان را سیاه. سوره مائده آیه 13. و در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی گناه کند در دلش یک نقطه سیاه پیدا می شود. اگر توبه کرد سیاهی تازه می شود، اگر توبه نکرد گناه را دوام داد، سیاهی بسیار شده دلش را می پوشاند. به روایت ترمذی. هر کسی دلش سیاه شد از بسیاری گناه، سخن حق به او تأثیر نمی کند. دوای دل سیاه شده چیست؟ سیاهی دل را با چند عمل می توان از بین برد. یکم، ترک کردن گناه. انسان خواهد که گناه را ترک کند، بسیارتر در جایی که امر معروف و پند و نصیحت است خود را ظاهر کند. دوم، کتاب‌های دینی را بخواند. کتاب‌ها دل سخت شده او را به نرمی تبدیل می دهند. سوم، مرگ را بسیار به خاطر آورد. یاد کردن مرگ تمام لذت را از بین می برد و دل سیاه شده انسان را تازه می کند. برادر و خواهر عزیزم، با این عملها دلهای خود را از سیاهی تازه کنید تا نور الهی به دلهای شما درآید و این حیات و حیات آینده ما و شما را روشن بگرداند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.